غمگین نباش، ما هم نمیفهم. خوش آمدید به 228مین برنامه ریستارت. اسراری که در مرز مولوی میشه راجبش حرف زد، تو مرز عطار فقط باید جیغ زد و زجه زد و گریه کرد. تو میشه حرف زد، تو از ته طبقه 100 طبقه پرتمون نکردن پایین میتونیم با هم حرف بزنیم. وقتی تو مرز عطار فقط پرتت میکنن پایین، اونجا جای حرف نیست، اونجا سکوت مطلقه، همه خفه میشن، فقط میدون منتظرن کی میخورن با مخ تو زمین. خوش آمدید مایفرد.